امروز تصمیم گرفتیم تمرینمون رو یه جور دیگه شروع کنیم. اینجوری که اول رفتیم لواسون، تو آب یخی خورده شنا کردیم، آفتاب گرفتیم و خلاصه ذهنمون رو آماده کردیم واسه اینکه بعدش یه تمرین خوب داشته باشیم. از اون ور رفتیم خونه پژمان، یه ذره لش کردیم، بعدش هم یه تمرین خفن زدیم که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. از اونجایی که پارکور کردن بیشتر یه کار ذهنیه تا یه کار جسمی، ما باید همیشه سعی کنیم با یه ذهن آزاد سر تمرین حاضر بشیم، چون اگه غیر این باشه احتمال آسیبمون بالا میره. حالا با طبیعت رفتن، کتاب خوندن یا انجام کاری که میدونی ذهن تو آروم میکنه، میتونی این کار رو انجام بدی. آخر تمرینتون هم سرد کردن یادتون نره، چون از همه اینا واجب تره. مرسی از همتون که ما رو دنبال میکنید و بهمون انرژی میدید.